بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخن گفتن رب العالمین در روز قیامت با پیامبران و غیره. از انس رضی الله عنه روایت است که گفت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند روز قیامت شفاعت به من سپرده می شود و من می گویم پروردگارا، کسی که در دلش یک ذره از ایمان وجود داشته باشد او را به بهشت ببر. و چنین اشخاصی که به بهشت برده می شود باز می گویم خدایا، کسی که در قلبش کمترین چیز از ایمان وجود دارد او را هم به بهشت ببر. انس رضی الله عنه می گوید گویا همین حاضر به طرف انگشتان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه میکنم و از انس رضی الله عنه روایت است که گفت حدیث شفاعت به روایت ابو هریره رضی الله عنه قبلا گذشت و در این روایت در آخر آن حدیث آمده است که نزد عیسی علیه السلام می آیند و او می گوید من اهل شفاعت نیستم، نزد محمد صلی الله علیه و سلم بروید. آنها نزد من می آیند و من می گویم من اهل آن هستم و از پروردگارم اجازت می گیرم و برایم اجازه داده می شود و خداوند متعال برای من حمد و ثنای را الهام می کند که به حمد و ثنایش را بگویم و اکنون به خاطرم نیست و به آن حمد و ثنا حمدش را می گویم و برایش به سجده می افتم. گفته می شود ای محمد، سرت را بالا کن، بگو سخنت شنیده می شود، بخواه برایت داده می شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می گردد. و من می گویم پروردگارا، امتی من. گفته می شود بیرو کسی را که در قلبش ذره از ایمان وجود داشته است از دوزخ بیرون آر. من می روم و چنین می کنم. باز بر می گردم و به همان حمد و ثنا حمد خداوند متعال را می گویم و برایش به سجده می افتم. باز گفته می شود ای محمد، سرت را بالا کن، بگو سخنت شنیده می شود، بخواه برایت داده می شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می گردد. و من می گویم پروردگارا، امتی من. گفته می شود بیرو و کسی را که در قلبش ذره از ایمان وجود داشته است از دوزخ بیرون آر. من می روم و چنین می کنم. باز بر می گردم و به همان حمد و ثنا حمد خداوند متعال را می گویم و برایش به سجده می افتم. باز گفته می شود ای محمد، سرت را بالا کن، بگو سخنت شنیده می شود، بخواه برایت داده می شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می گردد. و من می گویم پروردگارا، امتی من. گفته می شود بیرو و کسی را که در قلبش کمترین اندازه از ایمان وجود دارد از دوزخ بیرون آر. من می روم و چنین می کنم. و در روایت دیگر از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند باز بار چهارم می آیم و با همان حمد و ثنا حمد خداوند متعال را می گویم و برایش به سجده می افتم. باز گفته می شود ای محمد، سرت را بالا کن، بگو سخنت شنیده می شود، بخواه برایت داده می شود، شفاعت کن شفاعتت قبول می گردد. و من می گویم پروردگارا، برایم اجازت بده تا هر کسی را که لا اله الا الله گفته است از دوزخ خارج نمایم. می گوید به عزت و جلال و کبریا و عظمتم سوگند، هر کسی که لا اله الا الله گفته باشد او را از دوزخ نجات می دهم. و من گفتنیم به هر حال با امید رحمت و مغفرتش عبادت زیاد و دعای زیاد داشته باشیم. اگر چنده که ایمانمون ضعیف باشد هم ان شاء الله خداوند ما را از اسلام و ایمان و احسان دور نکند.
خداوند می‌فرماید هر زن و مردی که کاری نیکو انجام دهد اگر ایمان آورده باشد زندگی خوش و پاکیزه به او خواهیم داد و ثواب بهتر از کیدارشان عطا خواهیم کرد. بله، ما مسلمانان باید نیکوکار و راستقول باشیم، چون راستکاری از امر و فرمان الهی است و بر فایده ماست، حتی ذره هم باشد، چون خداوند متعال می‌فرماید پس هر کس به وزن ذره نیکی کرده باشد آن را می‌بیند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حالا تا زمان رسالت هم یکی از صادقان راستگو بودند و مردم جاهلیت او را احترام می‌کردند. فریب، دروغ، سخنچینی، بهتان و تهمت، خیانت در هر زمان بر آدمیزاد خوش نمی آید. دروغ هم یک ذلت است که در نتیجه یک ساعت، روز، هفته تو را به نابودی یا فلاکت می رساند.